بعد از مراسم ختمت چی میشه؟ فقط چند ساعت بعد از مراسم گریه ها آروم میشه و خانواده‌ات سرگرم فراهم کردن پذیرایی میشن. احتمالاً یکی دو نفر از نزدیکانت شروع میکنن به گفتگو درباره اخبار روز. بعضیام زنگ میزنن و میگن نتونستم بیام چون یه اتفاق اورژانسی براشون پیش اومده. شرکتی که توش کار میکردی دنبال کسی میگرده که جای تو رو پر کنه. بعد از چند روز بچه‌هات باید برگردن سر کار چون مرخصیاشون تموم شده. یه ماه نگذشته همسرت پای تلویزیون یه فیلم کمدی میبینه و میخنده و تو با سرعت عجیبی از یادها میری. حالا با این حساب واقعا داری برای کی زندگی میکنی؟ همه زندگیت نگران بودی که دیگران در مورد چه فکری میکنن، ولی واقعیت تلخ اینه که اونا فکر خاصی نمیکنن. پس زندگی تو برای خودت زندگی کن. یادت نره زندگی کوتاه‌تر از اونه که بخوای صرف جلب رضایت دیگرانش کنی. خودت باش و شادی خودتو در اولویت بذار. اگه ما رو دنبال نمی‌کنی احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی‌بینی، ولی اگه دنبال می‌کنی به تبریک میگم، تو در مسیر رشد هستی.